مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال سکسی باشید، یعنی به معنای واقعی کلمه حالش رو ببرید و البته کانون گرم روابط دوست دختری و خانوادگی و دوستی و فامیل و خاصه همه چیتونم مثل هوای این روزهای دنیا گرم و صمیمی باشه. امروز در برنامه پشت پرده چند تا موضوع بررسی خواهیم کرد. البته این صدای گرفته من اگر بذاره، موضوع اول ماجرایی هستش که خیلی در دایرکت ها و کامنت ها به من میگید راجع به صحبت بکن، ماجرای جدایی گلزار از آیسان که خیلی جدی شده. قسمت قبلی هم توی کانال پشت پرده راجبش گفتیم و موضوع بعدی هم راجع به حامد آهنگی، چهره طنازی که بسیار هم پرطرفدار هستش در بین مخاطب ها که گفته بودن که آقا جدا شده یا نشده، که امروز در برنامه پشت پرده بررسی میکنیم ماجرای حالا خیانت حامد آهنگی به همسرش رو و همچنین راجع به سریال نیوکمپ که اصلا بی ربط به ماجرای جدایی حامد آهنگی از همسرش نیست. سریال نیوکمپی که ساخته منوچهر عادی هستش که کلا پکیجی از حواشی این سریال نیوکمپ که بهش خواهیم پرداخت. اما موضوع اول موضوع ماجرای جدایی گلزار از آیسان هستش که واقعا این قضیه جدیه و قشنگ مشخص بود که رفته تو پاچه گلزار. و اگر بخوام به شما یه فکت و نشونه بدم، دو تا میتونم فکت بدم که فکتشو قبلا هم گفته بودم بهتون که گلزار اصلا حلقه نمیندازه، و فکت دوم این هستش که به رفیقای صمیمیش و دوستاش هم گفته بوده که اصلا این ازدواج فرمالیته هستش و قراره که به جدایی و طلاق بیانجامه. به خاطر همین 90% دوستای صمیمی گلزار اصلا مراسم ازدواج گلزار رو یا توی استوریاشون پوشش ندادن یا حتی بعدش که اصلا این قضیه هم رسانه‌ای شد یه تبریک خشک و خالی هم به گلزار نگفتن، چون یه عده معتقد بودن که آره گلزار می‌خواسته این قضیه رو پنهان و سکرت نگه داره. خب اوکی، تا اونجایی میتونه این قضیه پنهان باشه که خود گلزار واکنش نشون نده و این قضیه رو لو نده، ولی وقتی خود گلزار هم این قضیه رو لو میده و بقیه رفقاش نمیان تبریک بگن و استوری نمیذارن، به خاطر اینکه که گلزار رفیقای صمیمی داره که همون رفیقای صمیمیش هم دعوت کرده مراسم عروسیش و به همونها هم گفته بوده که آقا این ازدواج سوریه و من رفته بوده تو پاچم، آیسان حامله بوده و می‌خواستیم این غذایا رو ماسمالی بکنیم و سرش رو گرد کنیم و خاطر همین اصلا حالا نمیخواد تبریک هم میگه چون تبریکی نداره و این اتفاق به طلاق خواهد انجامید. اینطوری به شما بگم بهتره. یه سری خبرهای دیگه هم رسیده دستم که حالا اگه مطمئن بشم حتما بهتون تو ویدیوهای بعدی، مخصوصا ویدیوی بعدی خواهم گفت که مثل اینکه اتفاقات عجیبی رخ داده بین آیسان و گلزار که آیسان رو برای رفیقای صمیمیش هم تعریف کرده. اما برسیم به حامد آهنگی که یکی از چهره‌های محبوب طناز سینما و تلویزیون ایران هستش که یه مدتی هم اختلاف داشت با مهران مدیری و بیاده میگفتم به خاطر غروری که داشته، چیزهای دیگه که داشته، حتی توی برنامه دور همی مهران مدیری هم دعوت نشده بوده. حالا بعد برید ببینید که پشت پرداش چی هستش. ولی خب حالا خبر رسیده که از همسر خودش جدا شده و 4 ماهی هستش که با 4-5 ماهی هستش که با این چهره بهاره افشاری رل ریزی داره. البته این وسط لیلا اوتادی موسموسی میکرده که باش بره توی رابطه، اما بهاره افشاری گل زده و حتی توی مافیا و پدرخوانده و جای مختلف هم، حتی پدرخوانده نه، توی مافیا دیگه یه ریز رلی داشتن. اما بهاره افشاری یکی از دلایلی بوده که حامد آهنگی همسرش رو طلاق داده. حتی مجید واشقانی واسطه شده بوده که این اتفاق رخ نده، اما مهریه 20 میلیاردی همسرش رو نقد داده تو ایران. فکر کنم تا 114 تا بیشتر لازم نیست، ولی خب گویا مثل اینکه مهریه کامل رو داده و خیلی از همکاراش هم واسطه شده بودن که این اتفاق رخ نده. ولی خب حامد آهنگی گفته بوده که نه، من یه کیس بهتر پیدا کردم و رفته با بهاره افشاری. اما این ماجرای سریال نیوکمپ هم خودش داستانی داره. ساخته منوچهر هادی که البته قبل از اینکه سریال نیوکمپ رو بسازه بهش پیشنهاد داده بودن که سریال نیسان آبی 2 رو بسازه و بچه فیلم ها هم جلسه گرفته بوده و بهشون گفته بوده که من این
نیسان آبی 2 رو خواهم ساخت، اما به شرط ها و شروط ها و دستمزد خودش رو برای هر قسمت ساخت سریال نیوکمپ 1,150,000,000 تومان برآورد کرده بوده. فقط دستمزد خودش رو به عنوان کارگردان، نه چیز دیگه ای. و خیلی شیک و مجلسی این قیمت رو داده به فیلم‌هایی هم گفتن که بیا بالاخره این صحبت‌ها برو دنبال بازید، حالا نمیشه با هم کاری بکنیم. بعدش هم منوچهر هادی هم گفته بوده که من تصمیم گرفته بودم که حالا جدا بشم و برم توی پروژه دیگه. سریال نیوکمپ هم یکی از اسپانسرهای اصلیش یه شرکت اجاره یا رنت اتومبیله و از فک و فامیلای منوچهر هادیه و منوچهر هادی هم عموما وقتی کارگردان یک فیلم میشه یعنی خارمادر تهیه کننده صحبت ها خلاصه میره دیگه، یعنی انقدر هزینه ساخت سریالش رو بالا میبره و به حال از انواع اقسام بازیگرای چهره هم استفاده میکنه که فروش داشته باشه، یعنی به فاک و فنا میره به معنای واقعی کلمه اون تهیه کننده. و توی تهران حالا شما حساب بکنید دیگه، اجاره یه بنز توی تهران از ساعتی 2 میلیون شروع میشه به بالا. حالا حساب بکنید توی این سریال نیوکمپ توی بیشتر سکانساش از ماشین ها و اصطلاحاً اتومبیل‌های گرون قیمت استفاده میکنن، رخ کار رو نشون بدن و حفظ بکنن. و یکی از اتفاقات پشت پرده همین اسپانسری هستش که حالا اسپانسر توی چشم نیست ولی خب میگه بیا ماشیناتو بیار تو این سریال، از تهیه کننده پولش رو میگیره، از اون طرف هم به اون شرکت رنت کاره میگه که داداش من مثلا یه 500 میلیون تومان الان یه کاری کردم که ماشینات توی سریال من استفاده بشه، یه لطفی بکن یه 200 میلیونشو بذار بده من بذارم تو جیبم. این کار اولی بوده که میکرده و توی پشت صحنه این سریال نیوکمپ گویا این برابچ نشسته بودن داشتن مافیا بازی میکردن، خود منوچهر هادی هم بوده و اونجا گویا یه دعوا و درگیری توی پشت صحنه اتفاق میفته که کار ساخت سریال نیوکمپ 3 روز تعطیل میشه و همه جمع میکنن میرن خونه هاشون. داستان از این قرار بوده که ببینید چقدر شیر تو شیر و اتفاقات عجیب و غریبی داشته در پشت صحنه میافتاده. و منوچهر هادی هم گفتم دیگه توی این سریال از یکتا ناصر همسر سابقه حالا خودش استفاده نکرده و چون دعوا و درگیری زیادی داشتن بین خودش و همسرش و توی این سریال نقشی که اصطلاحاً لیلا و تادی در اختیار داشته رو قرار بوده که یکتا ناصر بازی بکنه، اما ما دیدیم که یکتا ناصر به این سریال نیوکمپ نبود. حتی توی بعضی از قسمت‌های شب‌های مافیا و جای مختلف ما شاهد این بودیم که منوچهر هادی جدا می اومد. نکته بعدی هم لوکیشن های فیلم برداری که توی نیوکمپ استفاده میکنن ما دیدیم، حتی توی نیسان آبی و جای دیگه هم این لوکیشن های فیلم برداری رو استفاده میکردن و سعی میکنن که از شهرک‌های اطراف تهران یا جایی که محلهایی که حالا داره تبدیل به یک محلهایی رو به توسعه میشه، مثلا شهرک‌های مثل شهر قدس و قلعه حسن خان و این جای مختلف، از اون لوکیشن ها استفاده میکنه، نه به خاطر اینکه اون لوکیشن ها رو معرفی بکنه و اصطلاحاً بگی که واو مثلا جای خوبی داره میشه اونجا، نه به خاطر اینکه اون آدمایی که به عنوان هنرور یا اون آدمایی که از پشت دوربین بخوان رد بشن تعداد زیادی اونجا هست، میتونه مفتی ازشون بازی بگیره و دستمزدی رو بهشون نده و از اون طرف هم یه پول خوبی رو از تهیه کننده میگیره بابت همون هنرورها و افراد مختلف و از این حرکت ها میزنن که بتونن یه پولی در بیارن. فرزاد فرزین هم خب دیدید دیگه توی ماجرای کنسرت و ایناش که قربونش برم به در و دیوار کوبید و موفق نبود. حتی توی ترکیه هم یه کنسرت گذاشت کلا 50 تا دونه بیشتر نفروخته بود که بعد اومد گفت آره من مریض شدم رفتم تو کما و از این صحبت ها و بعد پیچید رفت ایران و کنسرت ترکیه‌اش رو برگزار نکرد. الانم توی اگه اشتباه نکنم کانادا زندگی میکنه یا آمریکا، یکی از این دوتا، که خانومش اقامت اونجا رو داشته و بعدش هم خودش هر از جنگایی میره اونجا و میاد. این ماجرای خیلی کوتاه از این سریال نیوکمپ بود و اتفاقاتی که در پشت پرده اون افتاده بود و همچنین ماجرای گلزار که الان به رفیقش هم گفته آقا اصلا این ماجرای ازدواج منو کلا بیخیال شید سرش گرده و راجبش صحبت نکن. و در صورت حالا
موضوعات مهمتری هم هست و موضوعات جنجالی‌تری هم هستش که در ویدیوهای بعدی به شما خواهم گفت. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. دم شما گرم.